برای پیچیدن دلمه برگ کلمم اول میذاریم کلم‌ها آبپز میشه، بعد این قسمت ریشه‌شو به این صورت اینطوری جدا میکنیم. بعد یه پیاله کوچولو برمیداریم، این برگو اینطوری میذاریم داخلش. مواد رو پر میکنیم به این صورت. پیچیده میشه. بعدم میذارین روی سسش هم پیازدار، پوره گوجه، اگرم نداشتین رب، ادویه. تمام.